سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم با یه لایو دیگه ادامه این نقاشیمون رو با هم دیگه بکشیم و داشته باشیم. حالا من صبر میکنم تا بچه ها هم بیان که شروع بکنیم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به لایو. یه کوچولو صبر کنیم که بچه ها هم بیان و شروع کنیم آموزش رو. خب بچه ها، من توی لایو قبلی این قسمت رو براتون کار کردم. 2 لایو براتون گذاشتم، بعد اونا رو سیو کردم، میتونید ببینید. توی پیجم این قسمت رو کار کردیم، توی لایو قبلی این قسمت رو کار کردیم و توی این لایو قراره که قسمت های پایینی رو کار بکنیم که احتمالاً امشب بتونم نهایتاً قسمت دندون و حفره دهان رو کار بکنم. قسمت لب شاید وقت بشه کار کنم. خب بله بچه، آموزش مجازی هم داریم، میتونید ثبت نام بکنید. از مبتدی بهتون آموزش داده میشه کامل، از پایه همه چیز رو یاد میگیرید و میتونید ثبت نام بکنید دیگه. خب من هم شروع کنم آموزش رو. اونایی که تا اینجا با من کار کردن منتظرن که ادامه این آموزش رو داشته باشیم. عکس این مدل رو توی کانال تلگرامی همون آموزش رایگانمون براتون گذاشتم، حتما از اونجا پرینت بگیرید و با من شروع بکنید. از مداد کنته پاریس استفاده میکنم و شروع میکنم این قسمت رو تیره میکنم. جاهایی که تیرگی شدید داره شما میتونید مستقیما از مداد کنته استفاده بکنید. خب این قسمت ها رو شروع میکنم به اینکه تیره کنم و بعد با قلمو محوش میکنم. بچه من نمیتونم کامنت ها رو هم بخونم هم کار کنم، خیلی برام سخته که هم بخوام چشمم اینجا باشه هم به کامنت ها. هر سوالی داشتید در پایان لایو بهتون میگم که بپرسید. کامنت ها رو هم باز گذاشتم که ببینم کیا هستن. بچه هایی که توی لایو قبلی بودن این قسمت ها رو کار کردن همراه با من. مثلا میتونید استفاده بکنید، ولی خب کنته پاریس چون خیلی حالت پودری داره و خیلی راحت محو میشه، معمولا ما از این مداد کنته استفاده میکنیم. حالا اگر کنته فابر کاستل هم داشتید ایرادی نداره، میتونید استفاده بکنید، ولی خب مداد کنته خیلی کامل و در واقع عالی و درجه یکه. هر جا که من تیرگی میبینم میکشم و بعد قرار محو بشه و یک دست بشه. فعلا با دندون ها کاری ندارم. این قسمت رو کشیدم، بعد با یه قلموی زبان گربه‌ای مارک خرم شماره 3 میام این قسمت ها رو محو میکنم. شما با هر قلمویی که دوست داشته باشید میتونید این کار رو انجام بدید، خیلی اهمیتی نداره. میخوایم تیرگی ها رو محو کنیم. بچه‌ها برای ثبت نام توی دوره جام سیاه قلم میتونید از طریق استوری ها اقدام کنید و ثبت نامتون رو تکمیل کنید. تیرگی ها رو قرار میدم به سمت لب، در واقع اونا رو میکشم. فعلا روی قسمت دندون قرار نیست که سایه بزنیم، حواستون باشه که مثلا لک نشه، کثیف نشه کارتون.
بچه ها تیرگی ها رو محو میکنم، میرم به سمت بالا و این قسمت لب رو هم سایه میزنم که حالت مثلا جداگونه نداشته باشه، اینجا تیره باشه این قسمت روشن باشه. این تیرگی ها باید در کنار هم دیگه محو بشه و کارمون رو تمیز و یک دست بکنه. یه مقدار از پودر زغال استفاده میکنم تو این قسمت ها و تیرگی رو بیشتر میکنم. بچه هایی که از لایو قبلی جا موندن میتونید توی پست های قبلی نگاه بکنید تا این قسمت که کار کردیم و استفاده بکنید، چون چند روز دیگه قراره که اون لایو ها رو آرشیو کنم و دیگه توی پیجم نباشه. گفتم بهتون بگم که اگر جا موندید استفاده بکنید. از این قلموی سرتخت استفاده میکنم، میام این لبه ها رو قسمت ها رو محو میکنم و میام به سمت پایین. همون مداد کنته که استفاده کرده بودیم اینجا باقی مونده و لبه ها رو با یه قلموی سرتخت محو میکنیم. قلموی سرتختتون هم ترجیحاً سایز کوچیک باشه و میام این قسمت مرز بین دوتا دندون رو مشخص میکنم. این قسمت رو خیلی خوب گوش کنید چون خیلی هاتون توی کشیدن دندون مشکل دارید و حالا میگید دندونمون یا لک میشه یا طبیعی نمیشه. بهتون بگم و یاد بگیرید. خب دوباره این قسمت هم میام مرز بین دوتا دندون رو به کمک همین قلموی سرتختی که داشتم مشخص میکنم. بچه سوالی اگر دارید تا اینجا از من بپرسید. هر سوالی بود از من بپرسید و بریم سراغ ادامه. توی این قسمت هر قسمت هایی رو که میبینید مثلا کاملا شبیه نشده میتونید اصلاح بکنید. مثلا من احساس کنم این قسمت از دندونه، این قسمت یه مقدار پهن‌تر شده، پایین کشیده شده، در حالی که باید حالت گرد داشته باشه. اینجا من با هم قلمی که دارم یه مقدار پودر زغال برمیدارم یا حالا پودر کنته، با هر کدوم که کار میکنید. این قسمت رو یه مقدار تیره میکنم، حالت گرد بهش میدم بچه ها. و بعد میام این دندونی که تو این قسمت هست رو کلن سایه میزنم. چرا؟ چون اصلا مشخص نیست توی مدلمون و کلن این قسمت از دهان قرار داره و خب سایه لب افتاده روش و اصلا مشخص نیست و مشابه اون چیزی که میبینم سایه میزنم. آموزش چشم هم دارید؟ بله آموزش چشم هم داریم و توی لایو های قبلی براتون گذاشتم و احتمالا لایو بعدی هم آموزش چشم باشه. بچه‌ها من لایو ها رو سیو میکنم که هر کس جا مونده استفاده بکنه. لطفاً یه مقدار توی پیج بگردید، آموزش ها رو ببینید. آموزش رایگانه برای شماست، ببینید و استفاده بکنید. کجا میتونیم ثبت نام کنیم؟ توی استوری ها شرایط رو کامل براتون گذاشتم، شماره کارت رو براتون گذاشتم، سرفصل ها رو گذاشتم کامل، یعنی شما در جریان قرار میگیرید و حتما استوری ها رو نگاه بکنید. در صورت تمایل برای شرکت کردن فیش واریزی رو به همراه اطلاعاتی که ازتون خواسته شده توی استوری برام بفرستید که شامل شماره تلگرام میشه، سنتون و اسم و فامیلی که من ثبتتون کنم. سلام، خوبی؟ ببخشید کلاس مجازی میذارین یا حضوری؟ آموزشمون به صورت مجازیه.
قسمت ها رو با همون قلموی سرتختی که دارم مرزش رو مشخص میکنم، مرز بین دوتا دندون رو مشخص میکنم بدون اینکه حالا دندون ها رو فعلا بخوام سایه بزنم. توی این قسمت رو ببینید یه مقدار حالت نیم دایره میدم به این قسمت، یا حالا اگه لثه است فکر کنم لثه است دیگه، آره، یا حتی اگه سایه هم باشه اون فرم دندون رو بتونم خیلی خوب نشون بدم. خب این از این. حالا میام شروع میکنم به قرار دادن سایه هایی که روی دندون هست بدون اینکه پودر اضافی بردارم. با همون قلمویی که دارم شروع میکنم به سایه زدن. محدودیت سن هم دارید؟ نه، هیچ محدودیتی نداره. تو هر سن و سالی که باشید میتونید ثبت نام بکنید و از آموزش استفاده بکنید. میام این قسمت ها رو سایه میزنم و میام به سمت پایین این قسمت هایی که سایه داره رو من اجرا میکنم. ایرادی که خیلی از هنرجوها دارن اینه که فکر میکنن دندون خب چون سفیده دیگه سایه نمیخواد. این اشتباهه. اگه سفید باقی بذارید مثل این دندون میشه. ببینید خیلی تو ذوق میزنه. وقتی که سایه میزنید و نورهاشو با پاکن قرار میدید خیلی حالت طبیعی و بهتری پیدا میکنه. این قسمت ها رو هم ببینید محو میکنم، میام به سمت بیرون و این قسمت بالا رو هم دوباره سایه میزنم. ممنونم، خیلی ممنون. من بعضی وقتا به کامنتاتون هم یه نگاهی میکنم، یعنی هم نمیتونم کار کنم هم کامنت ها رو بخونم، سختمه، ولی خب تا جایی که بتونم کامنت ها رو میخونم. خب این قسمت ها رو سایه میزنم و میام به سمت پایین که در واقع روشنایی هستش. بچه‌ها این کار رو با قلموی زبان گربه‌ای یا هر قلموی نرم دیگه که دارید هم میتونید انجام بدین، چون اون یه مقدار راحت تره براتون. ولی خب من با همین که داشتم، این قلمی که داشتم، این کار رو انجام دادم. خسته نباشی عزیزم. مرسی هانی قشنگم. خب این قسمت ها رو یه مقدار سایه میزنم. بچه این دندون چون خیلی مشخص نیست من سایه‌اش رو میزنم و این قسمت هایی که روشنایی داره با پاکن شارژی اونها رو ایجاد میکنم. بچه‌ها اگر میخواید سیاه قلم رو اصولی و از ابتدا آموزش ببینید، شرایط رو براتون استوری کردم، حتما استوری ها رو نگاه بکنید. کامل اونجا راهنماییتون کردم که چطوری ثبت نام بکنید. سرفصل ها رو براتون گذاشتم و اونجا دیگه کامل توجیه میشید و میتونید ثبت نام بکنید دیگه. بعد برای دوره های جامع سیاه قلم همون اول کار شما نمیاد یه مدل سخت کار کنید، از مدل های ساده تر شروع میکنید و به ترتیب آموزش میبینید. تمریناتتون رو برای من ارسال میکنید، براتون رفع اشکال میکنم و بعد میرید سراغ تمرین بعدی. خب من سایه های دندون رو قرار دادم. این دندون دوباره این قسمت ها، این دوتا دندونی که این قسمت هست جا داره یه مقدار تیره تر بشه. این کوچولو دوباره من سایه هاشو بیشتر میکنم. بعد از اینکه سایه میزنید اون موقعی که میتونید نورها رو قرار بدید. برای قرار دادن نورها از پاکن شارژی استفاده میکنیم. کارهاتون بسیار عالیست. خیلی ممنون از نگاه پرمهرتون.
این از این. با استفاده از پاکن شارژی میام این قسمت هایی که در واقع نور دارن رو ایجاد میکنم. ببینید انعکاس اون نوری که روی دندون هست رو مشخص میکنم. این قسمت هم 2 نقطه خیلی روشن از این دندون مشخصه که منم مشابه خودش توی این قسمت ها نورها رو قرار میدم. بعد میام با استفاده از پاکن مدادی که دارم این نورهایی که خیلی حالت شدید و لکه‌ای داره رو پاک میکنم و محو میکنم میارم به سمت پایین. ببینید توی قسمت قبلی که براتون کار کردم گفتم سایه ها رو هیچ وقت به حالت لکه‌ای رها نکنید. حالا اینجا بهتون میگم حتی نورها رو هم به صورت لکه‌ای رها نکنید. من دور تا دور این نورها رو یه مقدار با پاکن مدادی پاک میکنم و همینطوری رها نمیکنم. اینجا هم چند تا نور خیلی کم رنگ دیده میشه که ما رو قرار دادم. خب بچه تا اینجا هر سوالی دارید از من بپرسید که بریم برای ادامش. هر سوالی بود از من بپرسید. بچه‌هایی هم که میخوان ثبت نام بکنن حتما استوری ها رو نگاه کنن که از ثبت نام جا نمونن. بچه‌ها ممکنه هزینه دوره برای ماه‌های بعد که بخواید ثبت نام بکنید بالاتر بره، پس از این فرصت استفاده کنید. بعد شما هیچ جا نمیتونید همچین دوره رو پیدا بکنید که 0 تا 100 سیاه قلم رو با این مبلغ خیلی کم براتون گذاشته باشه. من کل مباحث رو دارم با این مبلغ میگم و پشتیبانی نامحدودی داره. خب بچه سوالی نبود، بریم برای ادامه. خب من این قسمت از لب رو به کمک قلموی زبان گربه‌ای بدون اینکه پودر بردارم، حتی یه کاغذ باطله هم میکشم اگه پودر اضافه داره بره، یه مقدار میام این قسمت رو محو میکنم به سمت بیرون که بتونم این چروک هایی که کنار لب هست رو قرار بدم. این قسمت رو هم میام همین کار رو انجام میدم. و سایه ها رو محو میکنم به سمت بالا. کلاس ها ماهی چند؟ استوری ها رو حتما نگاه کنید. من هزینه هر ترم رو کامل براتون گذاشتم و میتونید شرکت بکنید. کاش ما هم میتونستیم شرکت کنیم. بچه همه میتونن شرکت کنن. هر محدودیتی که دارید بهم بگید. ببخشید، هر محدودیتی که دارید بهم بگید. حالا بعضیا میگن از لحاظ هزینه مشکل داریم یا حالا خیلی چیزای دیگه که کامل راهنماییتون بکنم. خب این قسمت رو میام یه کوچولو در واقع دورگیری میکنم این قسمت رو که بتونم پوست اطراف لب رو سایه بزنم و بعد این قسمت رو کار کنم. بچه ببخشید. سلام، واقعا بسیار عالی، خیلی ممنون از کامنت های قشنگتون.
بچه دورگیری رو شما با هر قلمویی که دارید یا حتی محو کن میتونید انجام بدید. یعنی از این بابت هیچ محدودیتی نداره، فقط میخوایم این خطوط اصلی توی طرحمون پاک نشه. خب از این قلموی سایز بزرگ پارس آرت 2392 سایز 1 شروع میکنم برای سایه زدن پوست. هزینه کلاس ها رو میفهمید بچه ها. من استوری کردم، لطف کنید حتما استوری ها رو نگاه بکنید. هم به صورت ترمی میتونید ثبت نام بکنید، هم به صورت دوره جامعه سیاه قلم، کاملا اختیاری هستش. و اینکه هم شرایط رو هم هزینه رو اونجا بهتون گفتم. اگر بخواید دوره جامعه سیاه قلم رو ثبت نام بکنید و از مبتدی 0 تا 100 سیاه قلم رو تا کشیدن چهره همه چیز رو یاد بگیرید، هزینه 890 تومنه که میگم بهتون بچه. این هزینه فعلا ممکنه همین مبلغه، ممکنه ماه بعد افزایش هزینه داشته باشین و گرون تر بشه، چون خیلی وقت افزایش قیمت نداشتیم و یه مقدار قیمت همون خیلی پایینه. خب با استفاده از این قلمو که بهتون معرفی کردم 2392 میام پوست اطراف این لب رو کار میکنم و سایه های کلی میزنم. هر جا که احساس کردین لک شده از پاکن خمیری هم میتونید استفاده بکنید و به صورت نقطه‌ای اون رو پاک بکنید. من دیگه حالا همه این نکات رو بهتون میگم که استفاده بکنید. برای سایه پوست حتما از قلموهای سایز بزرگ استفاده بکنید که کارتون خیلی سریعتر پیش بره و همین که کارتون لک نشه دیگه. اگه قلمه سایز کوچیک توی کارتون بیاد ممکن کارتون رو لک بکنه. خب من بعد از اینکه سایه های کلی رو زدم از یک قلموی کوچیک‌تر استفاده میکنم، همون قلموی پارس آرت 2392 و سایز کوچیک‌تر البته استفاده میکنم و میام تیرگی ها رو اول قرار میدم. یعنی تیرگی های این قسمت ببینید میام تیرگی های این قسمت رو قرار میدم. یه نکته هم بهتون بگم بچه ها، خیلی هاتون میپرسید خب ترتیب نقاشی به چه صورته، اول این قسمت رو کار کنم، قسمت بالاتر رو کار کنم، چی کار کنم؟ هیچ محدودیتی نداره. خب ولی خب ترجیحاً اگر مبتدی هستید و تازه نقاشی رو شروع کردید از قسمت‌های بالایی شروع بکنید. مثلا بینی رو اول کار کنید و بیاید به سمت پایین، اینطوری کارتون کثیف نمیشه، لک نمیشه. مثلا من اینجا رو کار کنم بعد برم بالا رو کار کنم، ممکنه این اصلا پخش بشه سایه هاش و کارم لک بشه. ببخشید بچه ها، من نمیدونم چرا من سرفه میکنم. خب این قسمت ها رو سایه میزنم و لایه به لایه این کار رو انجام میدم. یعنی یک دفعه قرار نیست که شما تیرگی خیلی شدیدی توی کارتون بیارید و کارتون رو لک بکنید. بچه یه چیزی برای من خیلی عجیبه، اونم میدونید چیه؟ اینکه اگه این لایو الان 4 تا حالا مطالب زرد بود یا مباحثی بود که حالا خیلی ها خوششون میاد یا اصلا محتوای خاصی نداشت، الان ویوش 1000 تایی بود، چند هزار تایی بود. ولی خب مثلا زمانی که میای هنرت رو ارائه میدی، اونم کاملا رایگان آموزش میدی، یه همچین ویوی باید باشه لایوت. نمیدونم چرا اینقدر ما از چیزایی حمایت میکنیم که اصلا محتوا ندارن یا اصلا محتوای به درد نخوری دارن. نمیدونم، خیلی برام جالبه. بعد پیجای هنری هیچ وقت اونطوری که باید حمایت نمیشن. هم مثلا لایک های منو نگاه بکنید خیلی پایین تر از تعداد فالوورامه، در حالی که من این سایتش رو چک میکنم کلی مثلا
ویو خورده، مثلا خیلی از آدما نگاه کردن ولی یه لایک یه کامنت رو دریغ میکنن. چرا؟ چون محتوا هنریه. حالا اگر محتوایی بود که به درد نخور بود، محتوای زرد بود، کلی لایک میخورد. اینم از چالش های ما هنریاسیه خلاصه. خب ببینید بچه ها، لایه به لایه من دارم این تیرگی ها رو توی کارم میارم. این قسمت رو بهش حجم میدم تا اون لب یه فرم برجسته‌ای پیدا بکنه. از قلموی زبان گربه استفاده کنم بچه ها، یه مقدار سرعت کارمون بیشتر بشه و بتونم سایه های بیشتری بذارم. قلموی زبان گربه در این حال که قلموی خیلی نرمیه، سایه های بیشتری رو بهمون میده. خیلی خوبه این قلم، حتما یه دونه از این قلم داشته باشید. از چه دوده ای استفاده میکنی؟ بچه ها من یه سری از قسمت ها رو، مثلا این قسمت رو از پودر کنته استفاده کردم. بعد میگم پودر کنته من یه مقدار رطوبت برداشته بود و گوله گوله شده بود، اونو گذاشتم کنار و این قسمت ها رو با پودر زغال کار کردم. اونم نه این زغالایی که حالا باش خیلی اون میکشیدن، نه، زغالی که به صورت فشرده هستش، توی لوازم تحریری ها میفروشن و مارکی که استفاده کردم مارک کرتکالر هستش. اونو برداشتم پودر کردم و دارم از اون استفاده میکنم. هیچ محدودیتی هم نداره ها، هر پودری که داشتید از اون میتونید استفاده بکنید. خیلی خودتون رو محدود نکنید به وسایل. خب سایه های این قسمت رو قرار دادم. یه کوچولو احساس کنم که نیازه که سایه ها محو بشه به سمت بیرون، به سمت پایین. البته میام این کار رو با قلموی نرم 2392 انجام میدم. ببینید از حالت لکه‌ای خارج شد و خیلی محو شد این قسمت ها. بچه‌ها برای ثبت نام حتما استوری ها رو نگاه بکنید. شرایط رو کامل براتون گذاشتم. میتونید توی دوره جام سیاه قلممون شرکت بکنید و 0 تا 100 سیاه قلم رو آموزش ببینید. حالا خیلی یادتون میاد بر من مینویسید که من خب هیچ پیش زمینه‌ای از نقاشی ندارم. بچه خب شما اگر نقاش بودین که دیگه نیازی به کلاس نداشتید، نیازی به آموزش نداشتید. خیالتون راحت باشه، آموزش ها برای کسانی که هیچ پیش زمینه‌ای از نقاشی ندارن و کاملا مبتدی هستن. خیالتون راحت باشه، کاملا یاد میگیرید. توی استوری ها براتون نمونه کار هنرجوامو هم گذاشتم، میتونید اونجا ببینید و با اطمینان کامل ثبت نام بکنید. خب میام چروک های اطراف لب رو قرار میدم توی این قسمت ها. ببینید با پاکو مدادی یه سری خط ها رو به عنوان چروک میکشم تا زیبایی کارم چندین برابر بشه و کارم خیلی طبیعی تر جلوه کنه. خط هایی که میکشید به هیچ عنوان چیز نباشه، یک دست نباشه، یه مقدار پیچ و تاب بهش بدید تا اون چروک هایی که قرار میدید خیلی طبیعی تر و بهتر باشه. خب این چروک ها رو هم میام این قسمت ها قرار میدم. یه سری خط های روشن توی این قسمت ها ببینید کاملا مشخصه. برای اینکه بافت پوست رو بتونم نشون بدم از این نقطه های سفید رنگ یا همین چروک های استفاده میکنم.
خب بچه هر سوالی دارید از من بپرسید. من تا اینجا براتون کار کردم. نظر من اینه که ادامه لایو رو بذاریم برای فردا شب که همه باشن، همین که خیلی زمان میبره. میترسم شروع کنیم کار کنیم و لایومون قطع بشه چون زمانمون هم محدوده. خب بعد از اینکه این بافت رو قرار دادم، یک کوچولو توی این قسمت ها از همون قلمه نرمی که دارم استفاده میکنم و روی این بافت ها میکشم که خیلی تو ذوق نزنه و حالت طبیعی داشته باشه. خب بچه سوالی ندارین؟ لایو رو قطع کنین؟ از قلمه سایز بزرگ هم میتونید استفاده بکنید توی این قسمت که بکشید و این قسمت ها یک دست بشه. من با این قلمه یه سایز کوچیک انجام دادم، فرقی هم نداره. تازه پودر هم بر نداشتم بچه ها، همون پودری که روی قلمه بود همونو کشیدم. نیازی نیست که هر بار پودر بردارید. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ادامه لایو رو تو شب‌های آینده براتون میذارم و دوستتون دارم. خدافظ. اینو هم بهتون بگم که اگر میخواید ثبت نام بکنید شرایط و هزینه و همه اینا رو کامل توی استوری